سلام دوستان، به برنامه بامبلبی خوش اومدید. من امید اسماعیلی هستم. امروز یه آنباکسینگ خفن با هم دیگه داریم. میکروفون رود NT USB. با من همراه باشید. خب دوستان، بریم سراغ میکروفون رو. عرض کنم خدمت شما که این میکروفون میشه گفت بهترین میکروفون USB که در بازار عرضه میشه. مال شرکت رود. شرکت رود یه شرکت استرالیاییه. یه مدل از این پایین تر هم داره این میکروفون، میشه مینی USB. حالا یه مقدار از لحاظ فرکانسی که دریافت میکنه و اینا از این کمتره، ولی خب چیزی که هستش، حالا من اگه بخوام به شما نشون بدم، این روبروی جعبه، این بغلش که یه عکسه، این طرف یه توضیحات کوچیکی داده، این طرف هم یه سری خیلی ریز مشخصات نمیشه در رابطه باهاش که نمیشه. یه دونه استند رومیزی کوچیک داره، یه دونه پاپ شیلد داره که واسه اینی که شما مثلا وقتی صحبت میکنی اون لرزش صداتون رو میگیره. با آیپد کاملا هماهنگه و یه دونه عرضم به خدمت شما درگاه 3.5 میلیمتری هدفون داره که قشنگ میتونید حالا هدفونتون رو بزنید و مانیتور بکنید چه صدایی به قولی میتونید بگیرید. حالا بریم با هم دیگه ببینیم داخل جعبه چیه. خب ببینیم داخلش چی داره. یه دونه پایه هست اینجا، این پایه رومیزیشه. من حالا اینا رو دونه دونه میذارم اینجا. یه دونه در بیاریم. یه دونه کابل خیلی بلند داره، از این کابلای پرینتریه. یه سرش هم که USBه. حالا به نظر میرسه این کابلا 6 متریه، چون عموما این کابلای میکروفون 6 متریه. یه دونه کیف خیلی خوشگل داره، چرمیه. ببینم داخلش چیه که کاتالوگ و I love Rode میکروفون مثل مال اپل، منتها یه ذره بی کیفیت تره. یه دونه کاتالوگ داره که حالا اینا رو کاری نداریم، اینو بذاریم اینجا. حالا بریم سراغ این طرف ببینیم این چیه. جعبه رو دیگه کاری نداریم. خب این میکروفون رود NT USB خوبه کیفیتش. از لحاظ جنسی به نظر من خیلی جنسش خوبه. حالا چرا دورش منتها از این پلاستیک هایی که معمولا لوازم الکترونیکی هستش نمیذاره. یه دونه پایه قابل تنظیم داره، اینجا یه پیچ داره. بعد دیگه چیزایی که اینجا داره، دو تا دونه، حالا فکر میکنم تو تصویر مشخصه، دو تا دونه ولوم داره اینجا که یکیش مربوط میشه به هدفونی که میزنید و یه دونش هم صدای خروجی میکروفونه. بعد دیگه ببینم دیگه چی داره. دیگه هیچی دیگه. جعبه‌ش هم خوب از این فومیای خوبه. و من اینو وصلش میکنم. دوباره یه تست صدای کوچولو هم با هم دیگه میگیریم و یه ریویو ریزی هم میکنیم. مرسی، با من همراه باشید.
خب ما برگشتیم، میکروفون رو وصلش کردیم. خیلی کار سختی نبودش. یه پیچ داره این قسمت خود پایه و به خود میکروفون خیلی راحت وصل میشه. یه قسمت پیچی هم داره که شما میتونید اینو شلش بکنید و به قولی اون زاویه که خودتون دوست دارید و حالا سفتش بکنید. خیلی کار سختی نیستش. یه دونه کابل داره که یه قسمتش میخوره به زیر میکروفون، یه قسمتش هم که میخوره به کامپیوتر. USB هستش و خیلی راحت وصل میشه، یعنی هیچ درایور رو یا چیز خاصی نداره. من الان واسه ضبط صدام هم از هیچ اپلیکیشنی استفاده نمی کنم که حالا اون صدایی که میخوایم بگیریم خود صدای خام خود میکروفون باشه و ببینیم به چه صورت هستش. از اپلیکیشن وایس ریکوردر خود ویندوز 10 دارم استفاده میکنم. تا به اینجای کار هر چی صدا از من شنیدید من از طریق موبایل براتون گرفته بودم. می‌خواستم حالا ببینید حالا تفاوت صداییش با توجه به اینی که حالا این میکروفون یه میکروفون حرفه‌ای هستش و حالا میکروفون موبایل یا میکروفون دوربین اینا فرقاش با هم دیگه چیه. من الان سویچ میکنم رو میکروفون دوربینم یه مقدار فاصله داره و حالا امکان داره که یه مقدار مثلا نویز و فضا و اینا رو هم بگیره که خب حالا یه چیز عادی هستش، چون اصلا رو خود میکروفونایی هستش که حالا صدای فضا رو اینا رو میگیره. خیلی کار حرفه‌ای نمیشه باهاش کرد. و الان سویچ کردم روی میکروفون رود NT USB. حالا خب یه چیزی که داره، شما باید حتما از فاصله نزدیک باش صحبت بکنید. این پایه‌ای که الان روی این گذاشتن واسه قد من خوبه الان، ولی حالا اگه یه موقع یکی بخواد که یه مقدار مثلا میزش سطحش پایین‌تر از خودش باشه یا حالا بالاتر از خودش باشه، من فکر میکنم این میکروفون بایستی که روی یه پایه دیگه قرار بگیره. و حالا چون این میکروفون ها باید از روبرو توی صحبت بکنید که بتونید بهترین کیفیت رو بگیرید. حالا هر چقدر هم که نزدیکتر باشه بهتر صدا رو میگیره. حالا من یه تستی بکنم، شما مثلا اگه از این طرف صحبت بکنید یا مثلا از سمت دیگه صحبت بکنید تا از روبرو خیلی فرق میکنه صدا. و این کلیت کار هستش. این دوتا ولومی هم که داره میتونید حالا استفاده بکنید. من قبلش هم بهتون نشون دادم. این یه جک 3.5 میلیمتری هم اینجا داره که میتونید هدفون رو بزنید و خودتون قشنگ مانیتور بکنید که صدای خروجی به چه صورت هستش. خب ولی باید توی ویندوز اینجا بهش بگید که مثلا صدای خروجی من هم صدای خود میکروفونم باشه. دیگه عرض دیگه ای نیستش و همه چیشو من فکر میکنم براتون توضیح دادم. امیدوارم که لذت برده باشید. من این میکروفون رو به تازگی برج 12 سال 98 گرفتم و فکر میکنم حدود 3,300-400 باشه توی بازار الان. حالا قبلا که حالا دلار پایین تر بود یه مقدار حالا ارزشش کمتر بودش، ولی خب الان رو این رنج قیمتیه و حالا تو این رنج قیمتی انتخابای دیگه ای هم هستش، ولی من فکر میکنم به کیفیت رود نیستش. رود یه برند شناخته شده یه و به نظر من اگر بگیرید اینو حتما ازش لذت میبرید. مرسی که با من همراه بودید. منو دنبال بکنید توی پیج اینستاگرام من و یوتیوب. ممنونم. متشکرم. خداحافظ.